کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری میرساند که طی چند روز نزدیک در قلمرو نویاهای تابع جمهوری و ولایت ختلان خاک بارش پیش بینی شده است. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است تا نسبت به بیمارانی که از مریضی های دل و رگ‌ها و فشار بلند خون رنج میکشند توجه بیشتر نشان دهند. کمیته همچنین از رانندگان و دوستداران کوهنوردی و سیاحت با ماشین و موتورسیکل و دوچرخه خواسته است که هنگام حرکت در راههای کوهستان قاعده‌های بی‌خطری و فاصله بین واسطه‌های نقلیات را قطعاً رعایت کنند، زیرا خطر فرو ریختن سنگ‌ها نیز زیاد است. در سال‌های اخیر در قلمرو تاجیکستان به خصوص در مناطق جنوب و مرکز جمهوری حالت‌های خاکبارش زیاد شده است. حامیان محیط زیست افزایش حالت‌های خاکبارش را پیامد بی‌رحمانه بریدن درختان و حتی باغ و تاکزارهای بزرگ در سالهای 90 و اولهای سالهای 2000 می‌شمارند. از اثرات خاکبارش و یا افغانباد بیشتر آنهایی که بیماری قلب یا فشار بلند و یا آسم دارند رنج می‌کشند.